نه خبر نمیدیم. برای چی؟ نمیدونم چیکار دارم. میفرایم تمام. از این حیاتی ما، حیاتی بچه های ما، حیاتی خانواده های ما، حیاتی دوستای ما وابسته است. راننده مست این برای جامعه خطرناک است. البته خبر میدیم چون که حالت این راننده مست وقتی من میبینم این به جامعه خطر دارد و این وظیفه شهروندی من است که به پلیس خبر دهم تا از حادثه های نخوش جلوگیری کنم. البته چی بانه برای اون که مثال وای نکند یا یگان آدمی وای نزنه وقتی که ماسک باشد چند خطاگی میتواند مثال وای کنه با پیش بیاره. وقتی که ملیسا دک خبر که دادی وای حاضران ملیسا که حاضر که شدن بعد آنها میتواند که گفتی گپا با آن جریمه دهد یا یگان گفتی گپا چی نکید که دک دیگه وای کارشان را دیگه تکرار نکنه. خبر میتیم برای که نمیشنیم وای ماشین وای ماست وای چی خبر میشنیم وای موج چی میشه авария میکنه یگان چی میکنه یگان هلاک چی میشه وای چی خبر میشنیم. پلیس خبر میدید؟ конечно پلیس رو خبر میتیم چی دانه میتیم. البته وای حیات چند کس وای کردم ممکنه با خطر مونده ممکنه البته. نه برای چی؟ خیلی وای راننده مست بوده است. یک روز مست بوده است. برای یک مست بودن وای ما وای با پلیس گپ زدیم تا چند سامونه او را اشتراف میکنن.